شیعیان علی کیس و زرنگن، شیشتونگن. به وقت حرب و محاربه هیچ که نمیتونه جلوشون رو بگیره، به وقت مصلحت اندیشی و حکمت آروم میشینن. یه سوال دارم، این داعش حمله کرد، کدوم مراجع وایستادن جلو داعش؟ همونایی که قبلش صحبت از چی میکردن؟ وحدت. چه رهبری در ایران که عملا داعش رو در سوریه و عراق اینا با فتوا و فرمان رهبری اینو وایستادن، یعنی سر جاشون نشوندن. نیرو قدس مأمور شد جلو اینا رو بگیره. چه آیت الله سیستانی که میگفت لا تقولوا اخواننا اهل السنه بل قولوا انفسنا اهل السنه، نگید برادران ما اهل سنت، بگید جان ما اهل سنت. وقتش که میرسه محاربه است میگه اینا سنی نیستن، فتوای جهاد میده. میبینید؟ و جالب اون کسایی که داد و بیداد میکردن، فوش میدادن، الان سوراخ موش دارن اجاره میکنن. جالب نیست این؟ سوراخ موش دارن اجاره میکنن، همشون این ور اون ورن. تو که قمت اینجا میزه تو کله، خب برو کله داعشیه دیگه، الان دم دستته، ثواب هم داره. بدو میخواد بیا سمت حرمای اهل بیت، برو دیگه. چرا نمیری دور حرم از زینب دفاع کنی؟ چرا این بچه پاسداران دارن شهید میشن؟ برو دیگه، برو قم دستت بگیر. یه چیزی بگم سختمه، اینا هر حرمی وارد شدن مگه به قبر مطهر جسارت نکردن؟ میفهمی ناموس اگه غیرت داشته باشه چیاد بمیره. اینا میخوان دست برسن به حرم از زینب. خب نشستی سر جات، خب بسم الله دیگه. تو که دیگه فوش میدی تو وایبر، تو پشت شبکه ماهواره نشستی فوش میدی، برو همین الان میگی یا لیتنا کنا معکم، پاشو برو. چرا یا لیتنا؟ پاشو برو دیگه. اینا بازیه. بگذارید همین جمله، بگذارید ناقوس جنگ نواخته شود، شهید شمران، مرد از نامرد شناخته می شود.